یک مرکز بزرگ فرهنگی برای ایرانیان، چیزی که ما تا به حال هیچ وقت نداشتیم. در زمان گذشته قبل از انقلاب در پاریس مثلا خانه ایران داشتیم، جای قشنگی بود، جای زیبایی بود، ولی کوچیک، خیلی 2 طبقه بود. تو خیابون شانزلیزه میرفتی، صنایع دستی ایران بود، اینجور مسائل. ولی اونطور مرکز فرهنگی به اون شکلی که بقیه جوامع خارجی در لندن دارن نداشتیم ما هیچ وقت. و حالا تونستیم این کار رو انجام بدیم که یک ساختمون، یعنی ساختمون قدیمی کتابخونه دوستانی که شاید اگر آشنا باشن، میاد پایین، کاملا دمالیش میشه و یک ساختمون مدرن جدید با اسلوب ایرانی میره بالا. طبقه زیرزمین یک سالن در حقیقت سمعی و بصری خواهد بود، اجتماعات خواهد بود برای سخنرانی ها، برای اجتماعاتی که میخوایم تشکیل بدیم، تئاتر میخوایم بگذاریم، نمایش